به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما دانش آموزان عزیز. امروز میخوام مبحثی رو براتون صحبت بکنم که جز نیازهای شماست و از مواردی که به شدت به شما آسیب میزنه. با حواس پرتی حین مطالعه باید چیکار کنیم؟ 12 تا راهکار از 11 متفکر برتر دنیا میخوایم برای شما بگیم. واحد پژوهش و تولید محتوای روشناندیشان عصر یادگیری تو این زمینه یک پژوهش بسیار بسیار ارزشمند و گسترده‌ای رو انجام داده و با ارائه راهکارهای بسیار بسیار حرفه‌ای و تکنیکال در بستر سبک رایی اومده فرایندی رو به شما پیشنهاد میده و تکنیک هایی رو به شما ارائه میده که با اون میتونید واقعا معجزه رو در خودتون ببینید که مشکل حواس پرتی به طور بنیادین حل بشه. خیلی از بچه‌ها برخی از این تکنیک ها رو به کار میگیرن، بعضیا یکی دو تا و بعضیا همه رو. در هر حال هر کدوم از اینا میتونه در راندمان مطالعه شما، در کیفیت کار شما فوق العاده مؤثر باشه و تاثیر به سزای خاص خودش رو بذاره. پس من میخوام به این نکات توجه بکنید. اولین مسئله اینه که اصلا چرا حواس پرتی؟ انگیزه نداریم، اهمال کاری داریم، اهداف مشخصی نداریم، چند تا کار رو همزمان انجام میدیم و همان از شبکه‌های اجتماعی. پس شما اگر حواس پرتی دارید به خاطر اینکه خیلی وقتا انگیزه ندارید. درس بخونم که چی؟ این همه خوندم کجا رو گرفتم؟ مگه تراز من بالا رفته؟ که حالا چیکار بکنم؟ اگه موفق نشم چی میشه؟ مسئله دیگه اهمال کاری داریم، تنبلی داریم. بابا بی خیال، این سستی، حالا از شنبه شروع میکنم، حالا چه عجله‌ای، بابا چشم دیگه، اینا سخته. مسئله دیگه اهداف مشخص نداریم. اونی که پزشکی گفتم اون ژستش رو گرفتم، خودم که جدی نیستم. هدف به مفهوم این که اشتیاق در شما ایجاد کنه و به سمت خودش ببره وجود نداره. خب این باعث میشه شما حواس پرت بشید. مسئله دیگه چند تا کار همزمان میخواید انجام بدید. کنار درس خوندن میخواید به دیالوگ پدر مادر توجه کنید. موقع درس خوندن میخواید همزمان به اصطلاح مثلا آهنگم گوش بدید. خب این کار امکان پذیر نیست و در کنار اینم با از اون شبکه‌های اجتماعی. خب 12 تا راهکار از 11 متفکر در 12 کتاب برتر دنیا ما جمع‌آوری کردیم که جای سپاس و قدردانی بسیار بسیار ویژه‌ای از دوست بسیار خوب و فرهیخته خودم جناب آقای دکتر خیری و تیم پژوهشیشون دارم که انصافاً تیم پژوهشی روشناندیشان عصر یادگیری به طور شبانه روزی و مستمر و حرفه‌ای دارن وقت و انرژی میذارن و مطالب بسیار بسیار ارزشمندی رو برای شما عزیزان فراهم میکنن که الان نمونهش رو ملاحظه میکنید. اولین مسئله برای برطرف کردن حواس پرتی قدرت عادت. چارلز داهی حرف جالبی رو میزنه. به اصطلاح اعتقاد اینه که خیلی وقتا ما حواس پرتی رو که داریم میتونیم به راحتی از بین ببریم از یک قدرتی به نام عادت. اگر ما یک عادت مطالعاتی برای خودمون درست بکنیم و اون رو به دقت رعایت کنیم، تمام فرایند مطالعه رو به مدت 40 روز به طور منظم انجام بدیم، تبدیل به عادت بشه، دیگه این عادت طور جوانه میزنه، طوری درخت توانمندی میشه که حواس پرتی نمیتونه ورود کنه. چارلز داهی اعتقاد به این داره که اگر شما مطالعات شما طبق یک رویه بشه، یعنی بدونید من یه برنامه‌ای دارم، درس روزم رو باید بخونم همونطور که در سبک رایی گفتیم و باید به این شیوه پیاده بکنم، بعد یک روز استراحت داشته باشم، بعد باید مثلا بشینم این تستا رو بزنم و این تستا رو باید به این روش بزنم. هر باکسش یک مفهومی داره، یک معنایی داره و به این سبکم داریم میریم. این باعث میشه اگر بیاید 40 روز این رو دقیق اجرا بکنید، در وجود شما یک عادت مطالعاتی شکل میگیره. وقتی شما عادت کردید به اون سبک مطالعه، دیگه حواس پرتی سراغ شما به سادگی نمیاد و اونجا شما معجزه این کار رو میبینید. پس گام اول لازمه که شما مطالعه رو در روند کار خودتون به عنوان یک عادت قرار بدید و اینم لازمش اینه که هر بار برنامه رو عوض نکنید، هر بار شیوه ها رو تغییر ندید. دقیقاً آن سبکی رو که در سبک رایی گفتیم، یعنی جایی که باید مقدار ساعتی که شروع کنید و تمام کنید یا مقدار کاری رو که به شما گفتیم یا اون روش هایی که گفتیم رو تا 40 روز تمرین کنید عادت بشه.
تکنیک دوم، عادتهای اتمی. جیمز کالیه حرف جالبی رو میزنه، قانون 2 دقیقه‌ای داره، میگه که کارهایی که مدت زمان انجامش کوتاهه رو به سرعت انجام بده و از برنامه خودت حذفش کن. ریخته پاهاش‌های کوچیک رو جمع کن و ذهن خودت رو مرتب کن. خیلی وقتا در واقع تو نمیتونی درس بخونی، نمیتونی تمرکز داشته باشی و حواس پرتی داری به خاطر اینکه چیز خرده کارهای موندنی داری. مثلا می‌خواستی رو میزت رو مرتب کنی، نکردی. مثلا لباس ریخته است باید جمع جورش کنی، نکردی. مثلا یه پیامی هست باید بخونی و جواب بدی، ندادی. یه پرونده باز یک سری کارهای کوچولو ریخته پاشایی رو داری که اونها رو انجام ندادی. جیمز کلیر حرفش اینه که اگر این ریخته پاشها رو جمع کنی، فضای مغزت آزاد میشه، انرژی و فکر تو متمرکز میشه، اون وقت قوی‌تر، تیزتر و عمیق‌تر کار رو انجام میدی. پس اون سری از کارهایی رو که میدونی کوتاه و به سرعت میشه انجام داد تحت قانون 2 دقیقه‌ای جیمز کلیر حتما این کارو بکن. این رفتارهای کوچک و جمع کردنهای کوچک اتفاق خاص رو برای شما ایجاد میکنه. اما قانون سوم که تحت عنوان کار عمیق است که کال نیوپورت در واقع در این زمینه سخن میگه اگه از کاری بدت میاد اونو به مدت کوتاه در طول روز انجام بدید. قبل از انجام کاری که دوست ندارید همه چیز رو برنامه‌ریزی کنید و عوامل حواس پرتی خودتون رو از برنامه حذف کنید. مثل همراه داشتن گوشی ممنوع. ببینید شما همینجوری یه کاری بدتون میاد، آقا من از درس خوندن خوشم نمیاد، کنارشم عوامل مزاحمم میخواید بذارید. خب این نمیذاره. اگر کاری رو شما دارید که خوشتون نمیاد و احتمال اینکه حواس پرت بشید رو شناسایی بکنید، این بازی که از اون کاری که درس خوندن هست در یک درسی که خوشتون نمیاد و ذوق خوندن رو ندارید، اونو چیکار کنید؟ کوتاهش کنید. در این حال هم شناسایی کنید چه چیزای باعث حواس پرتی میشه. گوشیه، صدای موزیکه، ساعت بد مطالعاتی که خوابت میاد، اون عوامل حواس پرتی رو شناسایی بکنید و هوشمندانه اون رو تغییر بدید و از برنامه‌تون حذف کنید. اون وقت میبینید حس خوبتری رو دارید، درسته؟ و میبینید با یک انرژی و تمرکز بهتری میرید جلو. کال نیوپورت در واقع اعتقاد داره که شما باید کارها رو به طور عمیق انجام بدید و برای انجام کار به طور عمیق لازمش اینه که عوامل مزاحم شناسایی بشه، چون خط قرمز اینه که سطحی میخوای کار نکنی، میخوای درگیرش بشی. پس بستر و محیطش رو باید آروم کنی در ساعت مناسب. یا عوامل مزاحم شناسایی بشه و از اتاق دور بشه. نکته دیگه یک چیز، گری کلر حرف جالبی میزنه، میگه بر روی یک چیز تمرکز کنید. در هر هفته 2 یا 3 تا هدف مهم رو مشخص کنید و کارهای مربوط به اون هدف رو اول از همه انجام بدید. این کار ذهن شما رو منظم میکنه. شما همزمان نمیتونید هم ریاضی خودتون تقویت کنید، هم وزن خودتون رو کم کنید، هم برای تولد دوستتون برنامه‌ریزی کنید. این امکان پذیر نیست. گری کلر حرف جالبی میزنه، میگه شما باید یک کار رو بگیرید. به خاطر همین ما در سبک رایی اومدیم استراتژی هفته دادیم، به شما گفتیم هدف و پلن شما اینه. به خاطر همینه که در هر باکس هم زمان رو تعیین کردیم، هم شروع پایان رو تعیین کردیم، هم روش انجام رو تعیین کردیم، هم مقدار کار که ذهنتون متمرکز این باشه. دوست من، هم کلاسی من، اگر همزمان انجام اون یک باکس به فکر اینی که کار دیگه ای انجام بدی یا در طول هفته قصد اینی که غیر از درس خوندن کار دیگه ای رو انجام بدید، اینجا دارید ضربه میزنید. در سبک رایی پژوهش‌های مختلفی که انجام شده به صراحت به این نتیجه رسید برای اینکه راندمان کارت از 30% 40% به بالای 80-70 برسه، لازمش اینه که فقط روی یک کار تمرکز کنی. اینکه گمان میکنی پتانسیل اینو داری در یک آن چند کار رو بتونی انجام بدی، این یک خودفریبی جدیه. دیوید آلن نکته جالبی داره در تکنیک 5 باید بهتون بگم و اینه که انجامش بده.
برای هر کاری یه لیستی بچه ها داشته باشید، همه کارهای عقب مونده‌تون رو بنویسید و هر هفته یک سری از اونها رو انجام بدید تا به کارهای عقب مونده‌تون دیگه فکر نکنید. ما در سبک راهی اومدیم لیست جامانده تهیه کردیم که هر 3 ماه یه بار آنالیزش میکنیم. ما در سبک راهی تو برنامه جایی اومدیم ویژه کارهای جامانده یا مرور رو گذاشتیم که عفونت‌ها و عقب افتادگی‌های طول هفته رو پوشش بدیم. ما در سبک راهی اومدیم به صراحت گفتیم برنامه هم که ما می‌نویسیم شما هم باید بنویسید و هایلایتش کنید. ما در سبک راهی به صراحت گفتیم شما باید کدینگ بدید. چرا؟ گفتیم که شما باید درگیر بشید و بدون کدوم کار بوده کدوم کار نبوده تا اینا رو به طور حرفه‌ای انجام بدید. بچه‌ها شما باید چک لیست داشته باشید. داشتن برنامه مکتوب، داشتن چک لیست فوق‌العاده میتونه اثر بسزایی رو بذاره. اما قانون 6 خانم مل رابینز میگه یک برگه کنار دست خودت داشته باش، هر وقت حواست پرت شده تا 5 ثانیه بشمار، بعد یه تیک روی دفتر بذار. هر بار این کار انجام دادی به ازای هر تیک بدون که چند دقیقه از مصرف گوشی، استفاده از یک کاری که خیلی دوست داری و محروم میشی. این خود به خود باعث میشه خودت رو جمع جور کنی. پس اون تیکه کاغذ رو باشه. ما در سبک راهی به صراحت گفتیم که شما تو تکنیک تمرکز باید تیکه کاغذی رو داشته باشید که عملاً افکار مزاحم اومد برای خودتون بنویسید و حال به ازای اون یه نمره منفی رو به خودتون بدید و اینجا اونا جمع میشه، بعدا اون کاغذ انداخته میشه که هیچ. اما در اینجا یک تنبیه هم برای خودتون در نظر میگیرید. در تکنیک 7 کارل نیوپورت میگه مطالعه رو حک کنید. بچه‌ها شما قراره که درس بخونید، قرار نیست خبر بخونید. درست؟ دنبال خبر مبر نباشید. از اینترنت مخصوص دانش آموزی استفاده کنید. از چیزایی که غیر رسالت شغلی شماست فاصله بگیرید. بچه‌ها گوشی رو از خودتون دور کنید و تمام به اصطلاح نوتیف ها رو در واقع خاموش کنید. به صراحت میگیم ما در سبک راهی گفتیم گوشی تو اتاقتون نباشه. اگرم کاری هم با گوشیتون دارید تو یک فضای غیر مطالعاتی که گوشیتون گذاشتید برید کار مطالعاتتون انجام بدید. مسئله دیگه ما در سبک راهی به صراحت گفتیم که اخبار و اطلاعات غلط دیگه ممنوع. ما یک روبه هایی که به شما دادیم به صراحت به شما گفتیم اون یک روبه ها استراحته و استراحت چیزی هست که درگیری افکتی برای شما نباید ایجاد کنه. پس اینو حواستون به استراحت باشه. تکنیک 8 پیتر براون جالبه، میگه بچسبونش. میگه فعال مطالعه کن، یعنی وقتی داری یک چیزی رو مطالعه میکنی از اون مبحث سوال در بیار، از خودت سوال بپرس، سعی کن چیزی رو که خوندی رو برای خودت توضیح بدی. هر قسمت رو که میخونی یک جدول فرایند رسم کن تا بفهمی از کجا به کجا رسیدی. مثل یک معلم ما در سبک راهی تکنیک پیتر براون رو اومدیم برای شما اینجوری گفتیم مطالعه و تدریس کنید. یعنی من دارم به یک درس میدم مطلب این بوده این بوده این بوده این بوده اینجوری شده، این مثالو تو امروز غائب بودی معلم اینجوری حل کرده و پشتبندش تست آموزشی رو این شده اینجا نفهمیدم تو دل جزوه در بیارم مطلب رو برای خودم تحلیل کنم و امثال هم. یا در تثبیتی دارم آزمون میگیرم، نمره میگیرم، اشکالاتم رو در میارم و یعنی عملا اون فرایند تو دلت رفته. عملا شما در این سیستم میبینید از یه نقطه به یه نقطه دیگه میرسی و اینو باید برای خودت آنالیز کنی. مسئله دیگه کارول دوکه میگه به اصطلاح مایندست رشد رو داشته باشید در تکنیک 9. ما در سبک راهی هم به صراحت اینو گفتیم یادگیری رو دوست داشته باشید. خود علاقه به یادگیری موجب موفقیت میشه. آیا اینقدر بالغ شدی در مقطعی که تحصیل تو اولویت زندگیته تحصیل رو دوست داشته باشی؟ آیا اونقدر بالغ میشی که فردا جایی داری کار میکنی دیگه کار اولویت زندگیت شده و خودتو باید نشون بدی کار رو دوست داشته باشی؟ و در مقطعی که دارای فرزند میشی و فرزند رو تو اولویت زندگی میذاری فرزند تو باید دوست داشته باشی. این قانون به اصطلاح پیشرفت و تحوله. پس یادگیری رو باید دوست داشته باشی. اونجایی که من میگم تدریس کن، اونجایی که میگم آزمون بگیر، اونجایی که میگم آموزشی کار کن، در واقع میخوام هی مباحث‌های مختلف اون قدرت ارتباطی تو رو با دنیا یادگیری فراهم بکنم.
مسئله دیگه، از موفقیت دیگران درس بگیر، دنبال انتقاد یا خودتقلیبی نباش. مردم شانس دارن، من شانس ندارم، اونا میتونن من نمیتونم، اینا حتما میتوانن من نمیتوانم. نه، از موفقیت دیگران توی درس خوندن ایده بگیر، ببین چه کارهای خوبی کردن، در خودت تقویت کن. این روش رشد رو کارلو به صراحت داره میگه که باید بدونی، فعال ذهنی باشی و مدل‌های رشد و موفقیت دیگران رو الگوبرداری کنی. از چالش‌ها نباید بترسی، همیشه لیست موفقیت‌های کوچک خودت رو داشته باش. من این مهارت رو دارم، من این موفقیت رو دارم و اصلا خودت رو در مسیر رشد ببین. من از دیگران کمتر نیستم، من نسبت به دیگران ضعفی ندارم، من دارم آینده خودم رو میسازم، من دارم یک تحول خوبی رو ایجاد میکنم و من میتونم خیلی کارهای بزرگی رو انجام بدم. نیکلاس کار حرف جالبی میزنه، میگه اینترنت ما رو احمق میکنه. هیچ شبکه‌ای مانند اینستاگرام برای عزت نفس تصویر ما از خودمون و تمرکز ما مضر نیست. استفاده از این شبکه اجتماعی رو در سال تحصیلی بچه‌ها حداقل برسونید. مدت زمان استاندارد استفاده از این شبکه در دنیا برای محصلان هفته‌ای 110 دقیقه است، یعنی هفته‌ای 2 ساعت. اینو توجه کنید، حتی کمتر از 2 ساعت. نیکلاس کار داره به صراحت میگه که اگر تکنیک های قبلی و تکنیک های دیگری رو به کار گرفتی جواب نداد، حواست باشه یا به اون صراحتی که دوست داری جواب بده نداد، و یا اصلا جواب هم میده میخوای راندمان بهتری داشته باشیم، از عوامل ایجاد حواس پرتی جلوگیری کن. آن چیزی که ذات وجودی تو رو خفیف میکنه، آن چیزی که عزت نفست رو پایین میاره، آن چیزی که ارزش وجودی تو رو تخریب میکنه، آن چیزی که داره به تو میگه تو لیاقت یا تمرکز تو رو میگیره به اون چیزی که لایقشی ازت دور میکنه، حواست باشه فضاهای مجازیه. میگه اینو باید به حد اقلی برسونید. به خاطر همین ما به صراحت گفتیم در سبک راهی که گوشی باید تو اتاق مطالعه‌تون نباشه. نیریه در واقع حرف جالبی رو میزنه، میگه سوپر قهرمان تمرکز باشید. میگه قانون 10 دقیقه، به خودتون قول استراحت بعد از 10 دقیقه مطالعه عمیق رو بدید. وقتی شما دارید درس میخونید بگید من یه قهرمانم، این 10 دقیقه رو میخونم و بعد چند دقیقه استراحت میکنم. میگه این در واقع یک تکنیکه، هم اشتیاق برای شما ایجاد میکنه که کیفیت بخونید که زودتر برید استراحت کنید، همون استراحت به شما انرژی میده که درست تمام کنید و با یه قاطعیت دیگری شروع بکنید. مسئله دوم، هر کسی توسط یه هدفی برانگیخته میشه. سعی کنید همیشه با اون هدف ارتباط داشته باشید و اون رو به خودتون یادآوری کنید چرا الان دارید مطالعه میکنید. یار در واقع حرف بسیار عجیبی میزنه، میگه رسالت چیه، شغل چیه. به خاطر همین ما در سبک رایی به صراحت گفتیم هدفاتون رو معلوم کنید، به صراحت گفتیم تکلیفتون باید معلوم باشه چه چیزی رو میخواد و با اون باید برانگیخته بشید، با اون باید شناخته بشید، با اون باید حس بکنید در چه نقطه‌ای هستید. نکته سوم، برای دوستان، والدین، آشنایان مرز تعریف کنید. نگذارید هر کسی وارد مرزهاتون بشه. امروز دوستتون بخواد وقت شما رو بگیره، امروز پدر مادر که هیچ بستگان و غیره و ذالک بخوام قسمتی از احساسات وجودی تو رو تحریک کنن یا زخمی کنن. نه، من کار دارم، من درس دارم، من یه خط قرمزی دارم، من برنامه دارم و با یک پلن و برنامه دارم میرم. خودتون رو یک فرد متخصص و شایسته این کار بدونید. مسئله چهارم، اتاق خودتون رو خودتون مرتب کنید. همیشه یک سری مراسم خاص قبل مطالعه رو داشته باشید، برای خودتون پرستیژ قائل شید. بنده قراره 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه یک وکیل حرفه‌ای، یک پزشک حرفه‌ای، یک حسابدار، یک مهندس و یا به عنوان یک نوجوان به رویاهای خودم برسم. شغل الان من تحصیل، درس خوندن. برای تحصیل خودم ارزش قائل میشم، برای جایگاه خودم هویت میدم، به ارزش‌های وجودی خودم توجه میکنم. نیریال اعتقاد داره اگر یک انسانی بیاد به خودش قول بده 10 دقیقه رو عمیق انجام بده که بعد استراحت بکنه، یا بیاد برای خودش یک هدفی رو جدی داشته باشه و به هدفش وابسته باشه و برانگیخته بشه و آدم‌های اطراف و محیطش رو سر و سامان بده و برای کار خودش ارزش قائل بشه، او سوپر قهرمان تمرکز میشه. اما تکنیک 12 صبح فوق‌العاده هارل
رو در واقع حرف بسیار بسیار جالبی رو میزنه. میگه همیشه صبح زود بیدار بشید و برای شروع روز یک روتین تعریف کنید. یه قسمت کوچکی از کارهای روز رو بعد رو هنگام بیدار شدن انجام بدید، حتی 10 دقیقه. خیلی اعتقاد داره قسمتی از حجم کار فرداتون رو انجام بدید. شما در سبک راهی اگر ببینید ما داریم میگیم درس روز همان روز بخونید، یعنی میخوایم کارهای مراحل روزهای بعدتون رو الان انجام بدید. به خاطر همین فوق العاده تاثیر میذاره. پس صبح‌های فوق العاده رو جدی بگیرید، زود بیدار بشید و ما اونجایی که میگیم صبح‌ها باید یه سری تست بزنید یا به شما میگیم درس روز رو همون روز بخونید یا میگیم ثابت شبانه رو انجام بدید، میخوایم کارهای فرداهای شما رو کم کنیم و این معجزه رو برای شما فراهم میکنه. من در پایان از توجه شما عزیزان بسیار بسیار سپاسگزارم. آرزوی موفقیت و پیروزی و سلامتی رو برای شما.